روز و شب با ذوق دل قرآن تلاوت گر کنی، کعبه حق را هزاران بار زیارت گر کنی، تا دمی صبحی صفا طاعت عبادت گر کنی، تا پدر راضی نباشده طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست. اندر این ره گر زنی با دین ایمان دست پا، آه گر به زوری باز سازی 100,000 خانقا، عیسی مریم بیاید از سما سازد دعا، خیزر باشد از برایت مرشد و هم رهنما، تا پدر راضی نباشده طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست. طاعتت بیکار است اصلا نمیابی ثمر، 100,000 نیکی سازی فعلی بد دارد اثر، سوخته از دامانی تو از خویش هستی به خبر، هیدان که از عرشی عظیم بالاتر است امری پدره، تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست. مشربا از می سفرداری نکو کردار باش، بندگی را پیشک نه شب تا سحر بیدار باش، ناله از توفیق قیامت آه بس که نه هوشیار باش، خواهی جنت با پدر همیاور و همیار باش، تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست. تا پدر راضی نباشده طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست، مقبول نیست. هی بودی بدبخت را که آزارد پدر، بودی بدبخت را که آزارد پدره، یا که با مادر سخن ورزد بخر، یا که با مادر سخن ورزد بخر، البته او در جهان رسوا شود، البته او در جهان رسوا شود، هفتری دوزخ برویش وا شود، هفتری دوزخ برویش وا شودی. یه ناخوانده مرا هرگیز دری خانی کسی، می قدر شوی اگر خری نانی کسی، یک پاره نانی خواه یک کاسه آب، آب ترزی 1000 عمر غیبریانی کسی، بودی
بدبخت را کی آزارد پدر، یا کی با مادر سخن ورزد بخر. البته او در جهان رسوا شود، البته او در جهان رسوا شود. هفتری دوزخ بر رویش وا شود، هفتری دوزخ هفتری دوزخ بر رویش وا شود. هی